زنی از 8 شب تا 2 صبح در کنار میزی که روی اون 72 شی چیده شده بود نشست. بازدید کنندگان میتونستن هر کدوم از شیها رو روی بدن زن امتحان کنن. گل، قرص، شراب و حتی اسلحه. زن بعد از این اجرا زنده میمونه، اما خونین و زخمی به هتل میره. فرداش به شهر خودش برمیگرده و عکسای این اجرا رو در افتتاحیه موزه هنرهای معاصر شهرش به نمایش میگذاره. بعد از افتتاحیه بعضی از دوستاش برای صرف شام با هم بیرون میرن، اما زن باید برگرده خونه، چون طبق قوانین سخت مادرش همیشه قبل از ساعت 10 شب باید خونه باشه. در سال 1974 زنی به نام مارینا آبراموویچ دست به یک آزمایش هنری بسیار خطرناک زد. در طی نمایش او برای مدت 6 ساعت بدون حرکت در جای میایستاد و به روی میزی که در نزدیکی او بود نوشته شده بود: شما می توانید هر کاری که می خواهید با من انجام دهید. بر روی میز 70 وسیله مختلف از قبیل چاقو، قیچی، حتی یک هفت‌تیر پر، ماژیک، تیغ، گل و تعداد زیادی از اشیاء مختلف گذاشته شده بود.